وضع مردم پس‌افواره، اصلا قبولتون ندارن آقای دکتر رنجبر. این نیم جمع یعنی چی؟ این نیم جمع همانهایی نظام حکمرانی ما، نظام حکمرانی ما و ملت ملت داریم ما. بله ملت اگر نداشتیم که این انقلاب تا حالا 60 بار سقوط کردیم. اگه ملت داشتیم که هیچ وقت کماره نمیشد. خب آقای دکتر ببینید 3 برابر اونم دوست دارن برن. وضع مردم پس‌افواره، اصلا قبولتون ندارن آقای دکتر رنجبر. اصلا مردم شکل شمایل احمد خاتمی و همه دستوی میبینن، شکل شمایلش گرفته تا فکرش اصلا لرزه میگیرن. آقای دکتر رنجبر عزیز، شما نمیتونید روی زمین شوره‌زار که انتظار کش داشته باشید. سرمایه اجتماعی که افول پیدا کرده، مشارکت نیست. بابا مجلسی که تشکیل شده 1402 تو تهران کمتر از 10%. این فاجعه است. کمتر از 10% مشارکت داشتن. توی ریاست جمهوریش خدا و پیغمبر و بهشت و جهنم و علی و حسن و حسین همه به صحنه اومدن آوردن که مردم بیان پای انتخابات. 60% باز نیومدن. این سرمایه اجتماعی چیه؟ یک مشارکت و اعتماد نیست. وقتی که حمله میکنه جولانی اینجا خوشحال میشه. شما تو شوره‌زار حالا بیایید نمیدونم امپراتوری آمریکا رو به چالش بکشید. بابا چراغی که به خانه رواز میرسید حرام است. بچه من احساس میکنم مشکل مملکت ایران اینه که تعداد خایه‌مالاش از خایه‌داراش بیشتره. سید، من احساس میکنم جن عاشق دارم. چرا؟ علتش چیه؟ سوال درست، سوال تمیز. وقتی خواب هستم احساس میکنم، بیدار هستم احساس میکنم که گهگاهی هم بدون علت احساس میکنم. دقیقا علتش همینه که زیادی احساس میکنیم به جای که فکر کنیم، میدونی؟ و همین بین که ما خیلی آدمای رمانتیک و احساسی هستیم، یه سری از همون پول میگیرن، یه سری از همون احساسات میگیرن، یه سری مثل این آیه سید از همون کامنت میگیرن. خب اینا که شما گفتی عمدتاً از نشونه های جن عاشقه، درسته؟ و خب در نهایت نمیذارن شخص ازدواج کنه و رابطه درستی رو شکل بده. برای دفع کردن جن عاشق ما یه دستورالعمل داریم که بسیار مجربه. نگران نباشید، انشالله اینو انجام بدید و خداوند کمکتون میکنه. خداوند همه ما رو کمک کنه سید جان، هممونو. اگر مرد زن خود را طلب می کند در همبستری، در حالی که زن سر تنور است نان پخته کرده شد، نان میپزد، باید زن اجابت شوهر را، دعوت شوهر را اجابت بکند بیاید، ولو که سر تنور است. اگر نانش هم میسوزد از مال شوهر سوخته، اگر اون میگوید صبر کن نان پخته شود بعداً میایم، باز هم نافرمانی شوهر را کرده است، مورد لعنت ملائک قرار میگیرد. مورد لعنت ملائک قرار میدهد. این سخن من نیست، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دیروز همسایه‌مون رو دیدم، بهش برگشتم میگم ماشاءالله چون انقدر باستنت بزرگ شده. برگشتم میگه عزیزم نگو باستن، این کیک همسرمه. گفتم خوش به حال همسرت، با یه همزن و 2 تا تخم مرغ چقدر کیکش پف کرده. خیلی ها یک مقداری یه جایشون سوخته. آقا یه حجم بزرگی از بسیجی‌ها اومدن بیرون در حمایت از جمهوری اسلامی و الان دارن میگن رو مردمتون شمشیر میکشید، رو مردمتون سلاح میکشید. نه عزیز من، چی شد سید جان؟ هیچی اندام سعی نه نیمی که صورت آدم خیلی خوب بود. چندش خیلی جالبه که در کشور ما روز پدر به نام مردیه که دختر 9 ساله خودش ام کلثوم رو داده به عمر 60 ساله که زنش رو چند سال قبل کشته بوده. یعنی عمر در 11 هجری قمری فاطمه رو میکشه، بعد چند سال بعد علی دختر 9 سالش ام کلثوم میده به عمر 60 ساله. بعد این پدر نمونه روز پدر به نام اینه. بگیم بقیه‌شون چیه؟ خب بقیه‌شون همونه که سر دخترشون رو میبرن با دستشون میگیرن میان تو خیابون دیگه. یعنی واقعا یه دونه آدم بهتر از این دور و براتون پیدا نمیشه. روز پدر رو بذارید بهش آبروی هر پدر بردین که شما. سریع‌ترین راهی هم که میتونی فرکانستو بیاری بالا
بالاترین فرکانس رو تو میتونی توی سرچ قیمت دلار، طلا و سکه بگیری. یعنی طلا 5 تومن، سکه 55 تومن، دلار 82 تومن. یعنی قشنگ مشخصه که پزشکیان قسم خورده نه زن میگیرم نه میذارم زن بگیرید. شعار انتخاباتش هم روز اول این بود دیگه، 30 سال مجردم. و نکته جالب اینجاست که تقصیر آقای پزشکیان هم نیست، تقصیر هیچ کس نیست. اصلا تو این دنیا هیچ مقصری نمیتونید پیدا کنید، چرا که این جهان رو به قول این آقا کی داره اداره میکنه؟ جهان رو خداوند داره میچرخونه و شما هیچ کاره هستید. وقتی تاریخ جمهوری اسلامی بعد از رفتنش و فروپاشیش که اصلا دیر نیست شروع کنن به نوشتن، و چه تاریخ سیاهی خواهند نوشت که باعث شرمندگی همه ماهایی خواهد شد که روزی در این نظام نقش داشتیم. یکی از نکاتش این خواهد بود که میگن اون روزهای آخر، ماهای آخر، یه استاد برجسته دانشگاه اومد از یک نظام محتضری که نفسهاش به شماره افتاده و در حضیض ذلته و در حضیض ترس و ناکارآمدی و به تعبیر شیک ناترازیست آمد دفاع کرد. اونجا خواهند نوشت. آقای دکتر عبدالکریمی جایی گفتن که رهبری این کشور امنیت آورده برای ما. واقعا ما امنیت داریم؟ امنیت وجوه مختلف نداره؟ امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی چطور در کشوری که مردمش وقتی میان توی خیابون در جنبش مهسا میخوان اعتراض کنن، شما صدها نفر میکشید، صدها نفر کور میکنید، 100,000 نفر دستگیر میکنید؟ این کشور امنیت داره؟ هزاران نفر به خاطر یه استوری میرید بازجویی میکنید. بسیاری از اساتید دانشگاه به خاطر طرح یک انتقاد از کار برکنار میکنید. این امنیت مصداق امنیت؟ امروز شما نتیجه اون سیاست ها و عربده کشی ها و رجزخانی هایی که مقاومت به اینجا رسیده که اسرائیل میاد کل سیستم پدافندیتون رو میزنه. سرنوشت اون مقاومت چی شد؟ سرنوشت اون پول ها چی شد؟ امروز یک خاکستری از اون صدها میلیارد تو یک ماه برای من دانشپذیرام یه چیز بچه بازیه، فانه، سرگرمیه. من کاسه داغ‌تر از آش برای شماها دیگه نمیشم. من نمیتونم بیشتر از تو برای تو دلسوزی کنم عزیزم. عمو اجازه تو رو خدا دوامون نکنین عمو. خواستی این زیر بزن کمک، برو تو لینک بیو پرسشنامه رو پر کن، تایید شدی، مربیام زنگ میزنن بهت کمکت میکنن، دستتو میارن اینوری. چشم عمو، میرم مینویسم کمک به مربیا بگی دستام بیارن اونور. چشم. اگرم که نمیخوای من کاسه داغ‌تر از آش برای تو نمیشم. بشین اشغال ما رو تو عید که داریم عددهای بالا میذاریم و تو سفریم تماشا کن، گله و شکایت هم نکن. این زیر بزن کمک. آخرین پیام من به شماها بود، آخرین پیام امسال بود. تمام. سلطان تو قبلا مربی مهد کودک نبودی احیانا؟ داری برای گروه سنی الف تولید محتوا میکنی. 1 میلیارد بچه باز. من بچه بازم. تفریحی میریم 1 میلیارد در میاریم. اگه به حرفم گوش نکنی عشق و حال بهت نمیدیم. چرت و پرتا چیه؟ جمع کن خودتو. این پایین کلمه آیسو براش کامنت کن. اونایی که باید میدونن یعنی چی. با مشت بزن وسط قفسه سینه‌ت. به این میگن تکامل معکوس. یعنی کی میزد وسط قفسه سینه‌اش؟ اگر احساسات منفی تو خودت بریزی، دچار بارداری از احساسات منفیت میشی، ولی در آن واحد باید به خاطر داشته باشی که با کائنات شوخی نکن. عوضش حسابی میتونی با من شوخی کنی. پس تو کامنت ها بنویس. پس همین الان تو کامنت ها بنویس من زیباترین و خوشبختترینم. هر کی تو این مملکت توی این رژیم مافیایی صاحب قدرت و نفوذ و شغل و مقامه اصلا قیافش ایرانی نیست. در آقا اینجوری صورتا کجگوشا اینجوری بی پدر و مادرها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن، یا مثلا گاومیش بودن. پدر سگا این چه شکل و قیافه شما از کجا اومدی؟